یه اسکن دیگه از دستگاه پروتون اینجا با هم دیگه بررسی می‌کنیم. این اسکن با دستگاه پروتون LB8 شرکت آسو گرفته شده. در نگاه کلی به اسکن ما چند فلز در یک خاک به هم ریخته را داریم که این فلزات کاملا به صورت تفکیک شده و جدا از هم دستگاه تونسته سنس بکنه. ما اینجا یک فلز رو داریم و این قسمت و این یک فلز کوچکتر، اینجا هم ما فلز رو داریم و این قسمت و اینجا یک فلز بزرگتر رو دستگاه تونسته برای ما سنس بکنه. با توجه به رنگ، شکل، ساختار و نحوه درگیری با خاک و کدی که ما در این قسمت داریم، ما محدوده ارزش این فلزات رو در محدوده بالاتر از آهن در نظر میتونیم بگیریم و میتونه حداقل مس یا مفرغ باشه و البته ممکنه حالا چون ما در داخل نرم افزار نیستیم که از این فلزات آهن هم باشه، ولی ما اینجا مس و مفرغ را داریم. حتی ممکنه حفاری بشه و ارزش از مس یا مفرغ بیشتر باشه، ولی حداقل ما میتونیم مس یا مفرغ بودن اهداف را تایید بکنیم. اینجا به هم خوردگی خاک‌ها و سنگ‌های این سازه کاملا مشخصه و خاک‌های نرم هم که در این قسمت کاملا مشخص است. دوستانی که اسکن‌های خوب با دستگاه پروتونیک میگیرن میتونن اسکن‌هاشون از طریق واتساپ شرکت پایدار معدن با ما به اشتراک بگذارن. موفق و پیروز باشید.